فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا یا سنتکام میگوید که شب 15 ایول نیز به هدفهای نظامی نزدیک به تنگی یا آبراهه هرمز و قسمت‌های ساحلی ایران ضربه زد. تهران در نوبت خود چند مؤسسه حربی آمریکا را در خاک بحرین و کویت هدف قرار داده است. سنتکام در اظهارات در شبکه ایکس یا همان توییتر سابق گفت در دوام موج 7 ساعته ضربه‌ها، هواپیماهای جنگی آمریکایی، پهپادها و کشتی‌های نظامی حمله‌های دقیق را علیه مکان موشک و پهپادها، امکانیت‌های بحری و نظام دفاعی ساحلی ایران براه ماند تا توانمندی‌های بعدی جمهوری اسلامی را برای تهدید به حرکت کشتی‌های تجارتی و ملکی کاهش دهد. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا همچنین افزود عین زمان بیش از 20 کشتی جنگی آمریکایی و صدها هواپیمای حربی در سراسر خاورمیانه فعالیت می‌کنند. در همین حال سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران گفت علیه مؤسسه‌های نظامی آمریکا در بحرین و کویت از جمله مکان‌هایی که مورد استفاده فلات پنجم حربی آمریکا می‌باشند ضربه زده است. مقامات نظامی اردن روز 15 ایول خبر دادند که 3 موشک ایرانی را شناسایی و محو کردند. برد کوپر فرمانده سنتکام گفت ایران در یک هفته گذشته مخصوص 7 کشتی تجارتی را در منطقه هدف قرار داد و در نتیجه 10 ملاح کشته و زخمی و بی‌نام و نشان شدند. و افزود نیروهای ایرانی 10 پهپاد و موشک را به سوی کشورهای همسایه‌اش در خلیج فارس پرتاب نمود. در همین حال دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هشدار داد که اگر تهران به سر میز مذاکرات یا گفت‌وشنید برنگردد، ایالات متحده میتواند عملیات خود را تا به حمله به مؤسسه‌های ملکی به مثل نیروگاه‌های برقی و پل‌ها یا کوپروک‌ها توصیه دهد. ترامپ روز 14 ایول در مصاحبهش با فاکس نیوز گفت امریکا ایران را در روزهای نزدیک تا زمان بس گفتن من بسیار سخت میزند. اگر به مذاکرات برنگردند ما همه نیروگاه‌های برق و پل‌هایشان را محو